بازم این شیون عزیز با هم میرفتیم جلو پستخانه رشت. جمعه بود، 2 نامه‌نویس آنجا بودند، مشتری هم نداشتند. یک نفر از سر راه رسید، آلوده به گلولای و یک گرباس هم دستش بود کوچیک. آمد به یکی گفت که برای من نام بنویس. برای چی؟ گفت برای برادر من میخوام بنویسم، سربازی است. اون میگفت، اونم چیز میگه. گفتن شیون گوش کن. گوش کرد. و عجب چیزی هست. پیدا شد. ببین چی؟ بنویس، کاغذ نویس. بنویس، کاغذ نویس. میبرم ممدلی عرض سلام. بنویس، کاغذ نویس. بگو ام پنجمی کاغذ افلم. هرچی بیشتر بیشمر رای پایه ممدلی جی تو در به در میری کاغذه. من آهنگشو ساختم. بنویس کاغذ نویس، بنویس، بنویس کاغذ نویس، بنویس. میبرر ممدلی عرض سلام. بنویس کاغذ نویس، بنویس. بگو ام پنجمی کاغذ فدم. هرچی بیشتر میچومه رای پایه ممدلی ممدلی جی تو در به در میره کاغذه. بنویس تیکیش که کاکل بکوده ده باقایده خمار مخوکوده. سر درد بگد مرنج شوق زود صبح سر دهم مرسدنگ بو. هرچی بیشتر میچوه رای پایه ممدلی ممدلی جی تو در به در میره کاغذه. بنویس شهر کوچی خاخور کشین، چشم به دور کنه تازه کن وسین. حجلی کی سربازی بگردسه کی بررزه ابولیش مدرسه. هرچی بیشتر میچومه رای پایه ممدلی ممدلی جی تو در به در میره کاغذه. بنویس کاغذ نویس، بنویس کاغذ نویس، بنویس کاغذ نویس، بنویس کاغذ نویس. بنویس رخسر شمسلی عروس دون بیرون با برد باز. بابویا کنی خمار لجلجی میگه به زبان دراز. بنویس کاغذ نویس، بنویس کاغذ نویس،
بنویس کلچ ملچی گاب میشین سرزا سغت ببو امی خون صحرایی جاد دکف ایچک زمین بشون هرچی بیشتر میتونم رای پای مامدلی مامدلی بی تو در به در میره کاغذه مامدلی 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 خیلی ممنونم.